هنرمندی اصیل شاهزاده دوران. شاهزاده من احترام میکنم. چرا؟ حال با این انچمانچش ما خلاص نمیشیم. بله. نامردا رو هیچ وقت با مقصد نرسونن. دختر میاد شما رو آغوش میکنن. ناراحت نمیکنید؟ غریبم دل حزینم زور و سرسام. و درک کردید که جورو بتون یعنی نسکیتون سراغ شده است. همین از ترس میلرزم. شما گناهگار هستیم. خسته شدید خسته نشدید راستی که با ما فرق ندارد زیرا ما همش یک جا کردیم هم کشش. بله. ویسکی شامپان. نه ما از فقط میگم با حقارت نکنم. فکرتون فکرتون خطا بگذار. البته تو سحر من برای شما سرودخوانی با میکنم. مبلغ نمیگیرم. مبلغ هم نمیگیرم. من راضی بودم که مبلغ نمیگیریم. ما برای که گناهگار بودیم. ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик ҳунармандон ҳаҷвнигорон рӯзноманигорон варзишгарон дар лоиҳаи нигоҳи нав бо салимҷон саидов. ассалому алайкум мезони дил ва боз ҳам меҳмони кошонаи шумо аст, меҳмони планшети шумо, меҳмони телевизори шумо, меҳмони телефони шумо, ҳар нафаре ки моро бо ҳар восита мебинад дуруд мегӯем ва меҳмони шумо чун гуфтем лоиҳаи нигоҳи нав аст. азизон чун интизораш будед ва чун медонистед як нафар ҳунарманди асил ва он нафаре ки шумо хеле дӯст медоред, он нафаре ки бо садои зинда барои шумо суруд мехонад, он нафаре ки солҳои зиёд клип таронаҳояшро шумо шоҳид ҳастед, солҳои зиёд садояшро мешунавед, дар маъракаҳоятон ширкат меварзад. هنرمندی اصیل شاهزاده دوران. تشکر زیاد. سلامت باشید. سلامت باشید. راستی گپ بینندگان عزیز در وقتی هفته‌ای کرانتینی اگر شما یاد داشته باشید من با کویم زنگ زدم تماس گرفتم و خواستم که فاصله در برنامه ما شرکت ورزن و این نفر یک کاری ضرور داشتن و وعده دادن که در استودیو میآیم دو جان و با شما برنامه رو میگذارم و امروز با وعدهشون وفا نمودند. البته چه که ما وعده کردیم دادر عزیز. من امروز با خواست خداوند نصیب کرده است. ما امروز همراه شما هستیم و همراه بیننده شما. بله. تشکر زیاد. خوش آمدید. راستی اینجا سوال ها خیلی زیاد هست. قبول. سال 2015 اگر خطا نکنم استاد جورابک مرادوف در موردی شما حرف میزنند و میگن که شاهزاده نفری هست که در یک جا نمیایستد رشد میکنه. از این گفته ها 5 سال سپری میشود. یکی از این حافظات شاهزاده من احترام میکنم. چرا؟ با همون موافقتی خودش نمی‌ایستد و هیچ جستجو هست. البته چند کنسرت پیشنهاد کرد. این کنسرت از این کنسرتش بهتر است. امروز شاهزاده از شاهزاده کل 2015 چه فرق دارد؟ 5 سال پیشینه. به فکر خودشون. راستی که هر یک صنعتکار، هر یک هنرمند اگر از فعالیت که باز من فکر میکنم که این آخری کار است و ما هنرمندان و من ایجادکاران کوشش میکنیم که بهر مخلصان عزیز همیشه پای ایجاد باشیم و کوشش کنیم که ترانه های نو به نو پیشکش مخلصان عزیز کرده باشیم و البته تشکر میکنم از استاد گرامی خداوند عمرشون باز هم درازتر کند استاد عزیزی ما و اون من استاد فکر میکنم که به همه هنرمندا همیشه دعای نیک میدهند و خدا کند که همیشه دعاگوی هنرمنده جوان باشن استاد عزیز. اما تشکر. خب اما شما باز هم عمیق‌تر نگفتید که در 5 سال شاهزاده در زندگی شاهزاده چی تغییرات کلی وارد شد؟ مثلا نمیدونم شاید یگان تغییرات جدی در زندگی شما وارد شد غیر از اگر ایجاد کردیم. تشکر دادر عزیز. من زندگی پستی بلندی زیادی دارد و در حیات شخصی من در این 5 سال اخیر اگر نظر کنیم 2 سال قبل انیکترش از فرزند پدر محروم شدم و خیلی بسیار روزهای سخت را از سر گذراندیم و اون من قریب بود که من ترک صحنه کنم ولی با مرور زمان من وقت نشان میدهد و با درخواست مخلصان من وقتی که ما هنرمندا روی صحنه هستیم باز همین کسب همین مهر محبت مخلصان نمیگذارد که ما از این صحنه دست بکشیم. فهمم. تشکر زیاد. ما از بالا از استاد جورابک مرادوف گفتیم. حاج افضل شادیف نیست در مورد شما اندیشه دارن. آن نفر در توصیف شما عموما شما را همچون شاگردشان همچون دادرشان قبول میکنن، خیلی سخن میکنن و یک سخنشان راستی
با نظر من کمی غیر عادی شما بسیار کنجکاو بودید. بله من خیلی آموختم زندگی شهزاد رو که و شهزاد سوال‌های دیگه هم که نشونیده باشد یا کامل باشد. خب ببینید میگن که شهزاد داخل موسیقی خودش شعر وارد میکند و شعر از موسیقی برانتر حساب میکند، یعنی که مفهوم شعر و آهنگش درک میکند. بله. در همین مورد شما چی میگید؟ خودتون نظر شما خود شما چی بود؟ راستی به هر یک هنرمند وابسته است. ما با شاعران معاصر امروزه و از شاعران کلاسیک ترانه‌های خود را انتخاب میکنم و سراول من شعر را انتخاب میکنم، بعداً با آن موسیقی. بله. فهمم. خب هر دو برای شما هم وزن هست یا اینکه یکی بیشتر مثلا ارزش داره؟ می شود که شعری خوب بعضا شعری هست که شعری سفید است. شعری سفید را با آهنگ در آوردن خیلی دشوار است، مشکل است. زیرا قافیه و وزن نداره. بله. ولی در ایجادات من یک ترانه است به نام فراموشم مکن که سال 2008 من این ترانه رو پیشکش مخلصان کرده بودم و وقتی که من این شعر رو از یک شاعر جوان به نام فرنگیز من دسترس نبودم و خیلی به من پسند آمد و کوشش کردم همین شعر رو من با آهنگ بسته پیشکش مخلصان کنم و فکر میکنم این رو البته مخلصان بها گذاری خواهند کرد، ولی از تجربه ایجادات خود من حس کردم که در بعضی معرکه ها ما اشتراک میکردیم. ما در کنسرت ها، در برنامه کنسرتی، در نویه ها، ما در قریب که تمام جمهوری ما سفری هنری داشتیم و زیاد از همون ترانه درخواست میکردن و خیلی هم ترانه خوب بود. فکر میکنم که اگر هر یک صنعتکار از تحت دل مهنت کند و کوشش کند البته موفق خواهد شد. بله تشکر. بله واقعا هم بیننده اصیل، بیننده واقعی، بیننده ذکی و دانا عمق شعر رو گویم که درک میکند و اعتبار میدهد که در هر مصرع شعر چی گفته شده در هر مصرع آهنگ. بله و توأم بودن موسیقی و شعر رو تشکر زیاد. خب آغاز سال 2020 شما مهمانی لایحه ناگفته های آرزوی سویف بودید، اونجا از زودباوری خود میگید. من آن ماجرا رو نمیگویم. خب بله ما همیشه از ماجرا نمیگویم، ما برنامه ما فضیلتی‌وانه است. من از آن ماجرا سخن نمیکنم. اما من حقیقت البته تلخ است. بله. اما یک نکته رو شما میگویید همون جنجالی که همون چیزی که بود از زودباوری، از سادگی شما شهادت داد. خودتان همین رو ذکر میکنید که من ساده دل هستم، زودباور هستم و برای من میگفتید که جهت مثبت و منفی ساده بودن در چه است شهزاد؟ مثلا در برابر جهت‌های منفی جهت‌های مثبت سادگی هست به فکر من. به فکر شخصی من بعضی نفران از سادگی ما و شما استفاده میبرن. من همون نفران نزدیکی که با ما نان و نمک میخورن. خیلی یک موضوع خیلی پرماجرایی بود که در حیات شخصی من گذشت. خیلی بیا در این باره حرف نزنیم. پس زنگوله رو پخش کنید. خب بگذار باشد. اما وابسته به زنگوله برای واقعا هم اگر سوال معقول نشد شما میتونید پخش کنید. راستی برای من فرقی ندارد، ولی اون من میگن که در زندگی هر یک نفر رو وقتی که با او دوستی پیدا میکنیم از آغاز کار تو همون نفر رو چهره واقعی او رو شناخته نمیشه. من در خصوصا در زمان ما چهره واقعی دوستان رو شناخته نمیشه در یک سال دو سال و خیلی شکرانه میکنم که دوستای خوب نیز دارم و البته خدا کند که صفحه ایشان زیاد باشد و همیشه دوستان دستگیری دیگر باشد. تشکر. خب اینجا از خداوند نامردا رو هیچ وقت به مقصد نرساند. تشکر. بله خب بله انسان ها بعضی انسان ها نقاب های خیلی زیاد دارن که پس از گذشتن این سال ها پس از گذشتن فرصت فاصله بعدن نقاب های آنها از روی آنها برکنار می شود و چهره اصلی آنها معلوم می شود. بله. خب اینجا شما از دوست گفتید، چه فکر دارید دوستی واقعی در زندگی وجود داشته می تواند یا اینکه دوستی این مناسبت است به فکر شما؟ چیزی که من در بالا گفتم دادر عزیز، چهره واقعی هر یک انسان رو من انسان رو شناختن بسیار مشکل است. اما شهزاد دوستای جانی دارد یا اینکه نه؟ البته چرا که نه.
هستند دوستای جانی و در برابر این هست بودن دوستانی که سالهای طولانی با ما دوستی کردن، ولی نمیدونم از چی سبب باشد که در آخر از ایشان خیانت هم دیدیم، ولی در برابر این شکرانه از درگاه خداوند میکنم که حالا هم بر وقت است که من چهره واقعی ایشان رو شناختم و از ایشان دست کشیدیم. فهمم. تشکر. ولی در برابر دوستان نانی، دوستان جانی نیز در برابر من هستند و شاید من در آینده نامگذاری خواهم کرد. فهمم. خب تشکر. تشکر. ما دعا میکنیم که صفی دوستان جانی هستند. البته صفی دوستان جانی خدا کند که همین کبر و غرور من بدی ببینید که وقت آخر چی بلاها بر سر مردم من تمام روی دنیا از این وبا اذیت میکشد و در همین دنیای دو روزه فکر میکنم که ما کی هستیم در نزد خداوند؟ ما و شما هیچ کس هستیم و یک لحظه عمر باشد هم به خرسندی به نیکی یک خوبی کردن در حق یک نفر و دست یک بیچاره و مظلوم رو گرفتن، فکر میکنم که این از همه کار خوب است. بله تشکر. خب بیاد از کاری خوب گفتید، من سوال رو برای شما گزارش میکنم نسبت به دیگر. البته همه مادرش رو دوست می‌دارد، این عموما به شک است که مثلا خواستن از کار خود دیگر نفر مادرش رو البته هر یک نفر دوست می‌دارد، مادر ناتکرار. اما شما زیادتر از مادر میگویید در کنسرت‌هایتان، در برآمدهایتان، در مصاحبه‌هایتان همیشه از محبت مادر میگویید، از صمیمیت مادر میگویید. سوال من این گونه است، در صنعتکار شدن شما خدمت مادر در چی بود و آیا در آغاز فعالیت زید نبودن مادر؟ نه، راستی که با امر تقدیر 10 سال قبل از پدر مهربان محروم گشتم و همین مادر مهربان من بودن که مرا پیوسته دل برداری میکردن و تا امروز شکرانه میکنم که مادر مهربان همراه ما هستند و دعاگوی ما هستند و آرزو میکنم که کل مادران دنیا همیشه سربلند باشند، همیشه دعاگوی فرزنداشون باشند و در طول ایجادیات خود من زیاده از 6 سرود مادر دارم و آینده کوشش میکنم که من فکر میکنم که برای مادران ما چقدر خونیم و چقدر صفتشون کنیم کم است. با یک شب زنده‌داری مادر این خدمت ما نمیرسد فکر میکنم. فکر شخصی من است. بله، اما نگفتید که در آغاز زید نبودن مادر؟ نه، مادر هیچگاه با فعالیت من زید نبودن، چون من از خردسالی که به همین کسب شوق و رغبت زیاد داشتم و راستی مادر از اول، چون اگر من بگم که اولین مخلص من مادر مهربان من هستند و پیوسته وقتی که من سرود میخوندم بالو پر میگرفتن و پیوسته دعایی میکردن در حق من که پیوسته میگفتن که به مثل استاد جورابک پسرم مشهور شوی و آرزو میکنم که مادرها همیشه سربلند باشند و مادر مهربان من نیست آرزو میکنم که همیشه سایبان سر فرزنده باشند. بله، ما دعاگو هستیم. سلامت باشید. همیشه تکیه‌گاه شما باشند. تشکر. خب بیاد از سوال‌های جدی کمی با سوال‌های ساده‌تر پذیرایی باشد. اگر زید نباشه تا کمی بگیم که شما سوال جدی دادید منم. بله در بین سوال‌های ما سوال‌های جدی است که دل شما درک می‌کند که این سوال جدی، اما سوال نسبتاً ساده نیست هست. خب ببینید در کوچه وقتی که شما رو می‌بینن این شاهزاد میگن نزدتون میان صورت میگیرن سوال جواب میکنن، خود رو چگونه حس میکنید؟ نه هنجار نیست؟ نه، البته برای هر یک هنرمند این باعث افتخار است که وقتی که شما رو در کوچه ها میبینن، من در خیابان ها میبینن فلانی است، بهمدانی است، میان با شما رسم میگیرن و البته ما باید هر یک هنرمندایی که امروز معرفیگری خلق هستند و ایشان رو میشناسن فکر میکنم باید شکرانه از درگاه خداوند بزرگ کنیم که در برابر چقدر هنرمندایی که شما ببینید که در یک کنسرواتوار و در محفل یک دوستان همین سخن رو گفتم که همراه من بودن قریب ما 26 نفر همکورسان بودیم، تحصیل کردیم و از بین ما نفرای بودن خیلی استعداد خوب داشتن ولی نمیدونم با امر تقدیر
شاید نظر خداوندی است که ما البته شکرانه باید کنیم که امروز کم هم باشد صف مخلصان خود را داریم و البته ما به مخلصان هیچ هستیم و همین را گفتنی هستم که برای هر یک هنرمند از همه مهم این خاکساری است و ما همیشه در خدمت مخلصان عزیز هستیم. فهمم، تشکر. پس ببینید وقتی بوینگا در کوچه یا در خیابون سیر دارید دختر میاد شما رو آغوش میکنن ناراحت است نمیکنید؟ دوستی که چون حالت نشده از دختر عزیز ولی باید بفهمد باید همون همسری هر یک نفر هنرمند در برابر به شوهر برآمدن او باید بداند که بکیش به شوهر برآمده است و شوهر او من هنرمند است من صنعتکار همیشه در خدمت خلق است با خلق است. فهمم. در این حالت نیست شما ناراحت نمیشید؟ نه هرگز. پس اون نفرانی که اندیشه میکردند که با شهزاد واقعا است میتوانید به روزی دلتان رو گوید. خوب تشکر. اکا حیثیت حجوی شما چگونه است؟ خوش قبول دارید یا اینکه نه؟ حیثیت حجو. البته من حج رو دوست میدارم ولی در چندین دوستان ما بدن چی میگن همراه ما میخوندن اما دوستان اکتیوری ما و ما رو دعوت کردن که بیا تو نیز به فیلم نوارگیری. من راستی گفتم من از عهده این کار نمیبرایم ولی فکر میکنم که حج خوب است برای هر یک انسان. وقتی که حج میبینی روحت بالیده میشود. ولی نمیدونم من خود را نسنجیدم راستی در حج بود ولی در بسیار برنامه ها همراه دوستان میشینیم در محفل ها بعضا لطیفه ها میخندیم. پس سوال این گونه است برای شما تصور کردیم که شما به مهمانی اومدید و درک کردید که جروبتان یعنی نسکیتان سوراخ شده است. چیکار میکنید؟ شما میگوید که جروبتان سوراخ شده است. جروب سوراخ شده است. دیگر راهی برگشت نیست. یا شما جروب رو بدر کردن اتون نکار نمیدونم یا یگان خیلی پنهان میکنید یا چیکار میکنید؟ میدونید در این حالت چیکار کردن ممکن وقتی که همراهتون یگان نفر دیگر باشه اون دوستی دیگر میگید شما از پیش گذارید وقتی که اون نفر گذشت شما در حال جروب رو میکشید یا در یگان بجا میکنید پنهان میکنید و از همین وضعیت برآمدن البته فهمم ممکن است. بله ممکن. فهمم. خوب تشکر. سوال رو دیگرگونه برای شما گذار میکنم. تصور کردیم که مبلغ در زندگی انسان عموما لازم نیست. شما چیکار میکردید؟ چیکار بودید؟ مبلغ عموما در زندگی مبلغ لازم نمیبود. بله. اگر در زندگی مبلغ لازم نمیبود ما در این تویو میرفتیم رایگان خدمت میکردیم. باز هم همین کسب. باز همین کسب من انتخاب میکردم. من با امر تقدیر شاید دکتر میشدم. من کسب دکتری رو نیز دوست می داشتم از اول ولی با امر تقدیر رو به صنعت آوردیم و شکرانه از درگاه خداوند میکنم بار دیگر که امروز کم هم باشد صف مخلصان خود را دارم و من اگر در زندگی مبلغ این ناممکن است دادر عزیز. البته این سوال تخیلی است که این تنها تخیل. خب به هر صورت شما جواب گفته ادامه منطقی همین سوال من برای شما گذار میکنم. کاش همین طور شود. بله. کاش اگر همین طور کاش همین طور شود که من این فکرتون خطا بگذار. البته بگذار باشد. سوال این گونه است. ادامه منطقی سوالی بالا. کدام سوپر قابلیت را شما داشتن میخواستید؟ سوپر قابلیت. بله. مثلا هستن که اگر فیلم ها رو تماشا کنید مثلا میگیم چلوک پاوک هست، خالق هست، مثلا میستیتلی هستن که نوعی مارول را دیده باشه. راستی در این باره فکر نکردم. فکر نکردید؟ نه. سوپر قابلیت دکن برای هر یک هنرمند دکن فکر میکنم که آرزوی درینه هر یک هنرمند همین است که صف مخلصانش زیاد شوند. من معرفیگری نه تنها تاجیکستان بگذار در همسایه کشورها رو بشناسند و شکرانه میکنم که دادر عزیز تاجیک زبانایی که در کشور همسایه ازبکستان هستند و در چندین توی معرکه هاشون من اشتراک داشتم و خیلی یک مردم صمیمی هستند و هر یک هنرمند تاجیک را
бесаброна интизор ҳастанд, сурудҳои моро гӯш мекунанд, дӯст медоранд ва ин албатта хушбахтии ҳар як ҳунарманд аст. фикри ман ҳамин аст ки суперқобилияти ҳар як ҳунарманд ба фикрам бигзор муаррифгари бигзор ҳамун орзуи ҳар як ҳунарманд аст ки як сурудаш ба тавре мегӯянд хит шавад, дар тамоми дунё ӯро бишиносанд. фаҳмам. хуб, бигзор, шумо ҳамеша аз касбият ҳарф ин задед? албатта тахайюл асту, хай орзу. чаро албатта ки инсон дар дуи қувваи мегӯянд ки қувваи ҷозиба, яъне закон притяжения зиндагӣ мекунад. мо он дуняи фикр зиндагӣ мекунем ки фикр дорем. чӣ хеле ки шодравон аҳмадзоҳир мегӯяд ки зиндагӣ чист, хуни дил хӯрдан, зери девори орзу мурдан. ман фикр мекунам ки ҳар инсон ба орзу зинда аст. бале, охир беорзу намешавад. албатта. бале, ташаккур. хуб, ҳодисае ки зиндагии шуморо 360 дараҷа тағйир додааст, ҳаст ягон ҳодиса? ягон воқеа, ҳодисае ба ёдатон меояд ки зиндагии шуморо ба куллӣ тағйир дод? на, чунин ҳодиса то ҳол нашудааст. зиндагӣ муқаррарӣ доред? албатта, чӣ хеле ки буд ҳамин тавр аст, вале 10 сол қабл чӣ хеле ки дар боло гуфтам, аз падар ки маҳрум гаштем ва дар ҳамон ҳангом муҷаррад будам. қариб ки мехостам аз уман санъат даст бикашам, вале уман муҳаббати мухлисон ҳар як чизро вақт нишон медиҳад. бо мурури замон ҳамон чиз бо тағйир накард ва бо баргаштем ба зиндагии муқаррарӣ. фаҳм. хуб, ташаккури зиёд. ҳоло бояд ки барои мусофирон ё ягон хабари хуш гӯед ё таманниёти худро иброз. ин савол ба ҳамаи меҳмонҳои мо вогузор мешавад. пеш аз ҳама худо кунад ки ҳамаи мусофирое ки дур аз ватан ҳастанд, нобаста аз он ки дар кадом минтақа ҳастанд, дар кадом давлат зиндагӣ мекунанд, ҳамеша худованд нигаҳбони эшон бошад ва дар ҳар як барномаҳо ман баҳри мусофирон таронаҳо эҷод кардам ва агар шумо иҷозат диҳед марҳамат. як 4 мисра бошад. баҳри мусофирое ки дур аз ватан ҳастанд хонда бошам. марҳамат. бо нагӯед ки аз ҳамин қадар роҳи дур омадану як сурудам мехонда рафтам. ҳоло шумо суруд зиёд мехонед. ҳоло инҷо дархостҳо хеле зиёд аст. инҷо зангалаи мо ҳаст. ҳоло хуб, ҳол ба ин анчаманча шумо халос намешавед. бале, шумо фикр накунед ки шумо бо ҳамин халос мешавед. ғарибам дилҳазинам зору сарсон, туро модар туро ман сахт пазмон, туро модар туро ман сахт пазмон. дуо кун дар ҳаққи фарзанди раҳдуре ки бозоям ба сӯят тоҷикистон, ки бозоям ба сӯят тоҷикистон. ташаккур. идома медиҳед? саломат бошед. бошед. ташаккури зиёд. садоятон хаста набошад. ташаккури зиёд. худо кунад ки ҳама мусофирое ки дур аз ватан ҳастанд ба тоҷикистони азиз баргарданд ва ҳамеша бо азизони хеш бошанд. бале. ташаккури зиёд. худованд нигаҳбонашон бошад. ташаккур. кам нашавед. ташаккур. садоятон хаста набошад. пӯшида нест ки даромади асосии санъаткорон аз тӯй ҳаст. бале. ин чизи табиӣ аст албатта. хуб, имрӯз шумо дар барнома дер накардед. хоб, нисбат ба дигар меҳмонҳое ки мо даъват карда Дер будем, баъзе мекарданд, таъхир мекарданд, баъзе албатта барвақт омаданд. шумо аммо дар вақти ваъда карда омадед, агар 3 дақиқаро ба ҳисоб нагирем. хуб, боре шудааст ки дар тӯй таъхир кардед, дер кардед, ягон ҳодисае буд? мешавад чунин ҳолатҳо. аниқтараш як чанд сол қабл фасли зебои тобистон, қарибиҳои тирамоҳ, дар як рӯз хайр нафси инсонии мо 2 маърака гирифтем. яктоаш дар ноҳияи ҳисор буд ва дуюминаш дар ноҳияи ёвон ки дар ҷануби кишвар аст. ва омадем ба ноҳияи ҳисор, шаҳри ҳисор
در یک دهه زیبا منظر اون توی رو خیلی خوب گذراندیم و در آخری توی کمی هوا ابرناک بود. وقتی که ما جنبست کردیم کم کم باران سر شد، کم باران سر شد و دل گواهی حق از میگم دل همی سیاه خدا چیگاه میشه. بچه ها گفتم جمع کنین میریم به طرف یاوان و هم نقلیاتی که ما رو اکا همراه هم دوستان بعد به یاوان میبرد؟ به یاوان میبرد و وقتی که اگر شما به نوع یاوان سفر کرده باشید بسیار یک مردمی میمون دوست خوب هستن. اونجا نیز یک عقبه دارد، عقبه خوردکه که دارد و در همین هنگام نقلیات ما در راه از کار مون اخسی کار میشود. میگن چیه؟ بعد نمیدونم چی کار کنم. در همه جایی که نقلیات از کار مون یکم تلفن موبیلی کار نمیکنن. بخل میگن نیب زونه زن میزنم نمیگیرن، علاجش نیست. و با اون برادر میگم که با همون راننده که آخی چی کار میکنیم؟ میگم علاجش هست حاضی همین دست دارد با موتور که بعد از من بهتر نمیفهمیدن بسیاری که میگم خیلی بیایم نفر زن زنم بیاید حالا که وقت هست یعنی نه حاضی درست میشود حاضی میشود خیلی چیزی طبیعی است. نیم ساعت میگذرد، یک ساعت میگذرد، اخیرا بارون تومن میفروید نمیشود. زنگ میزنیم از شهر باز یک نقلیات دیگه تا اون نقلیات اومده همه اون تجهیزات ها رو با اون بار کردیم و همه گروه نوازندگان با اون نقلیات نشستیم. حالا که شب فرا رسید راستی گم نمیدونم باران تومن است همین دل سیب سیاه بخواد در راه هستیم. مجبور آمدیم تویدار در علاقه برآمد. میبینم که خیلی خشمگین ها به قول میگن که چقدر که میگن لحظه یک بارو که کار داشت تیز کرده موندگی همین دل سیاه. بچه ها خیلی در راه رفته استادیم میریم نمیرسیم دوباره دیگه خیلی دور بود است. اون دهه که ما میرفتیم دادر عزیز در همون دهه بیشتر ما تاجیک زبان ها نه فقط ازبک زبان ها هستن. همون نفرها زندگی میکردن. همین از ترس میلرزم خیلی ما گناهگار هستیم. بعد نزدیک میشیم بعد توی خونه زنگ میزنم اکنون من در راه رفته ایستادم. بعد بچه ها میگم برادرها ما با دگون حقاره دگون دشنام کردن خیلی شما خوب گوید ما گناهگار هستیم. خاطری من که مثال اگر به قول میگن بزنن هم خیلی من سری خم رو شمشیر نمیبرن میگن که خوب میگم بازم کیم چی فکرات در سرم گفتم که همین رحمتی کرامت الله قربان افراد در همین ناحیه سالهای بیشتر سامانه به خود رسوندن و همین آخری کار است چی بلاده نوبتی من باشه همین فکرات در سر باور کنید. همین رنگ سفید کندگی از ترس میلرزم. نزدیک میشیم به توی خونه خدا چی هم میشه همه خواب یا اون کس یا اون کلمه گپ نمیزنه. چند ساعت تاخیر کرده بود؟ شما باور میکنید ما ساعتی توی از 6 سر میشه تا 9 کو ما ساعتی 9 رسیدیم 9:20 بود که هم مجا تاریکی. بعد همون لحظه که برو بدن رسید که حالا آشپز نامده. بعد رسیدیم میرسیم به قدرت خدا این پیشوازگیری و صاحب توی‌ها رو میبینیم حیران. من گفتم که اون به قبل یک شپلاق آبدار میخورم دوز یا من از ماشین فرامدم که نه میبینم پای انداز پرتفتم خیلی من خواب باشم میبینم. بعد در اومدم بیاید ببینید که مهربانی همون نفرهایی که تاجیک زبان نیستن. فرامدیم بچه هم حیران. بعد خونه داره خیلی با در آوردن همین بیچاره چقدر تشویش کشیدن در خونه. من گفتم اکو عزیز بیاد ما مرکز سر کنیم. نه حالا شما خوراک خورید شما رای دور اومدیم خیلی مالی. بعد در اومدیم شدیم خیلی چای آوردن خوراک آوردن. بیاد میگم خیلی سر میکنیم. نه حالا خوراک دویم است.
ساعت 10 میشه چیگم میشه من گفتم اینا ما سنجیده شده باشن نگم بلا میکنم با طرف همو برادری که همو کلانکار رو درست میکنن گفتم که خیزیت خشمم و هم دیگر جای به حضور افتاد شده هستم اونجا خدا خورده میگه پوست میکنن ای برادر توی ما بعد خیز برو در خدمت هستیم ها توی ها خیر با قبل میگن هستن که هم خیلی نفره ملایم خنوک بعد خیز برو مد خیلی کلانکاش درست کرد سر میکنه میگه همو سوید مرد انا که وای بیچاره رفتن از کیم کدام دهه دیگر وای آوردن دیویژوگ آوردن با وای دیویژوگ که وای قوت نمیکرد ساعت 11 شب شد باور کنید بعد نمیدونم با نفری که اپارات خیلی سرکن میبید ای قوت نمیکنم گفتم التماس هم چی خیلی از بگذار یک کلمه کار کنم همین قدر مردم زیاد جمع شده که توی مردم نمیروند شما باور کنید با یک کلمه که صدا به مثل همین رادیو هم خیلی توی رو گذارونده بارون تومان شما خیلی مردم مهربانند که نمیروند قریب تا ساعت 2-3 شب ما سرودخوانی کردیم و این واقعه در حیات شخصی من خیلی یک روزی فراموش نشونده بود و آرزو میکنم که دیگر در هیچ یک معرکه و هر یک هنرمند دیر نکنه و اگر دیر هم کند چون پیشواز بگیرن و صفی همه خیلی انسان‌های خاکسار و مهربان زیاد شود. بله آمین. بگذار همیشه صمیمی باش. من از ترس حتی قریب میمردم در اون موقع ولی باوری نداشتم باور کنید خیلی من گفتم تا سحر میخونم همین خدمت راضی بودم تا سحر من برای شما سرودخوانی میکنم مبلغ نمیگیرم مبلغ هم نمیگیرم من راضی بودم که مبلغ نمیگیریم ما برای که گناهکار بودیم ولی بیچاره باز چقدر مهمانداری بسیار یک روزهای خاطرمانی که از سر ما گذشته بود. بهترین تشکر. و اون نفری که دعوت کرده بودید اگر ما رو میبینید بوری دیگر دعوت کنید به تو یگان پیوندتون دیر نکرده میروند. دیر نکرده سری وقت حاضر باشید. بله. سلامت باشید دکتر. تشکر زیاد. خب دو سوال دیگر از لوحه نگاهی نو میدیم و بعداً میگذاریم به قسمت‌های دیگر. خب در کدام برنامه یا کدام محفل دعوت کنید جان گفته اشتراک نمیکردید یا نمیرفتید؟ چگونه است این برنامه یا چگونه است این محفل که جان گفته اشتراک نمیکردید؟ بله. چون این محفل نشده در من راستی که من خاراکتری من همین گونه است که وقتی که مرا دعوت میکنن به یکون برنامه یا به یکون محفلی وقتی که من وعده کردم که میروم و چون حالت تا حال رخ نداده است که من به قول میگویم که وعده خلافی کرده باشد نه راستی به کجایی که وعده کردم میروم نمیدونم به یکون محفل در همه محفل های شرکت ورزیده میتوانم پس اگر بتوانم وعده میدم که میروم اگر وقتی که نتوانستم بگم که نمیتوانم بله فهمم تشکر و اون نفرانی که میخوان که شاهزاده دوران مهمونتان باشد کوشش کنید تماس گیرید شاید که راضی شوند چون گفتن که در همه محفل میتوانم شرکت ورزم اگر فرصت داشته باشم. خب آخرین سوال در مدت 24 ساعت از همه زیاد کاری که اجرا میکنید کدام است عادتاً؟ در مدت 24 ساعت بله. شاید 7-8 ساعت با تلفن سر و کار میگیرید. فکر میکنم درست است تلفن باید ما راستش رو بگیم من زندگی موضوع تلفن است همه کار رو با تلفن اجرا میکنیم من اگر خطا نکنم زندگی وقت اخیر به اینترنت هیچ است بله جزئی جداناپذیر جداناپذیر شد هیچ کس باوری نداشت من 30 سال قبل اگر من مردم تصورات نداشتم که چگونه علم ترقیات میشود که تو در همین جا نشسته با امریکا روبرو صحبت میکنی و البته این همش خواست خداوند است فکر میکنم که از همه زیاد با تلفن وقت زیاد رو هم تلفن میگیرن. فهمم چند ساعت تقریبا 4 5 6 شاید 4-5 ساعت باشه 4-5 ساعت شبانه روز فهمم و با ورزش هم مشغول میشم و نقطه نمونات فهمم چگونه ورزش
من بیشتر بازی فوتبال رو دوست دارم همراه دوستان، ولی نه همه روز. نه همه روز فوتبال میشود. من برای تمرین بدن هر یک شخص باید بله ورزش بکنه. با ورزش برای سلامتی خود. بله. بله. تشکر زیاد. خب من میبینم که خسته شدید یا نه؟ نمیدونم از شما وابسته. خب من خسته نشدم. خسته شدید خسته نشدید راستی که با من فرق ندارد، زیرا که اگر خب. شما به همه سوالهای من جواب ندید شما رو جواب نمیدید. اولش که نمیومدید، وقتی که اومدید به همه سوال جواب میدید. بله. باش. میگن مهمان با اجازت خود میآید و با اجازت میزبان میرود. خب شما مجبور هستید که خب گفته‌های ما رو اجرا کنید. ما تشکر میکنیم از شما، از بینندگان که ما رو پذیرایی میکنن، ما رو پیگیری میکنن، ما رو میبینند. بخش سوم این بخش بلیط هست. امروز ما برای شما از تام سوال میدیم با دو نمود جواب، یکی رو انتخاب میکنید. خب اون که به دلتون نزدیک است. خودت شهر دید، نخواهید هم تو انتخاب کنید. باش. خب 10 سوال هست اینجا. زنجبیل یا شکر؟ شکر. شکر. خوراک یا خوریش؟ خوریش. خوریش. سه خوراک یا سه خوراک. سه خوراک. بله. آش، شوربا، خانم. اوه فهم. خوب. گاز یا بیگاز؟ بیگاز. صبحانه یا خوراک شام؟ خوراک شام. سه نوشاکی؟ سه نوشاکی؟ ویسکی، شامپان، عرق. نه مازیش. شربت شفتالو. من حاضر فصل تابستان است، شربت تربوز رو نیز دوست می‌دارم و شربت اولوچه. فهمو. خب میوه یا شربت گفتید بودم، الان شما شربت گفتید. میوه یا شربت؟ میوه. بله. میوه یا شربت؟ ما همش یک جا کردیم، هم کشش. بله. خب شما بیشتر شربت می‌نوشید یا میوه می‌خورید؟ فرق ندارد، هر دو. بگذار. خب خمیری یا شیری؟ شیری. سه میوه. ما سه شربت رو گفتیم، سه میوه رو بگیم. سه میوه، شفتالو، گلوس، توت. فهمو. و یک سوال آخران که به همه واگذار می شود، این از تام بیرون است. عقل یا دل؟ چی؟ عقل یا دل؟ عقل. فهمو. بهتره. تشکر زیاد که همینجا که قسمت بلیت نیست به انتها میرسد. همینجا برنامه به آخر رسید؟ نه همینجا به آخر برنامه میرسد. خب اینجا سوال شخصیت ها به هم دیگر است. پیش از شما مهمان ما سراینده نظام جان عظیموف بودن. نظام جان. بله. آن نفر برای شما سوالی چونی سوال بگذار کرده؟ از همه کسب دوست داشتهشون. کسب دوست داشته اون نفر. کسب دوست داشته من آوازخوانی. شما نیز می توانید که با مهمان نوبتی یک سوال بگذارید. باید که بگذارید اول. برای مهمانی که شما در آینده دعوت میکنید از اون شما با آن نفر بگذار میشه. بعد یک سوال جدی‌تر میدیم. کمی فکر کنم برادر ما اگر بگذار. فقط میگم با حقارت نکنم. معنیش باشه. من در زندگی خیانت دوست را میبخشند یا که نه؟ فهمم. من برای خیانت دوست را میبخشند یا اینکه نه؟ بله. اگر شما میبودید میبخشید؟ نه من خیانت خوب نبخشیده نیست. بله. فهمم. تشکر زیاد. شما جواب رو حالا که از من گرفتید باید که از آن نفر میگیرید. خاطر نشد با اون نفر نشانه میدیم جواب شما رو. تشکر زیاد. اکا خسته نشدید؟ نه. سپاس. تشکر که در برنامه ما شرکت کردید. اینجا فرجام است. سلامت باشید دادر عزیز. تشکر میکنم از شما که ما رو دعوت نمودید و برنامه خود و تشکر میکنم به همه تهیه‌گران برنامه، به همه کارمندان تلویزیون SM1 یک از تلویزیون های بهترین است در ولایت سوق. آرزو میکنم که همه مردم سربلند تاجیکستان، مردم سربلند ولایت سوق همیشه در خاندانشان توی و خرسندی ها باشد و ما هنرمندان در خدمت مردم عزیز کشورمون باشیم. تشکر. سلامت باشید. خوش آمدید. تشکر زیاد. عزیزان خیلی
گرامی عزیزان دل و دیده، من امید میکنم که برنامه ما با شما پسند شد. از صحبت شهزاد به خود چیزی گرفتید. ما البته فکرهایتان رو اگر شما ما رو طریق یوتیوب میبینید در زیر انتظار هستیم. در شرح مینویسید. اگر طریق تلویزیون ما رو میبینید میتوانید که تماس گیرید با ما فکر و اندیشه‌تان رو بگید. مهمون نوبتی کی باید باشد شما پیشنهاد کنید عزیزان. ما هفته آینده برمیگردیم. خود را احتیاط کنید. خداحافظ. عزیزان دل، شما میتوانید که پگاه قسمی سوالها از مخلصان رو از نوار دیگر یعنی قسمی دومی برنامه ما تماشا کنید.